قبول بکنین. یک 2 کلیپ را دوستا برای من فرستادن به نام عبدالرحمن فاتح، کلیپ جور کرده که 100 تا اینها را در یک جیب خود میگه من جای نمیتونم. تکبر را نگاه بکنین، غرور را نگاه بکنین. 10 بار به مناظره دعوت کردیم، 10 بار به مناظره دعوت کردیم، حاضر نشد و امثال از حاضر نشد. اینا مجهول الهویت هستن، اسنادشان باید به ما رها بکنن، او را به اسنادشان باید ما ببینیم و بعدا با اونا ما مناظره میکنیم. تو کی هستی؟ چند سیره هستی؟ قدر قیمت خودت بشناس. و امثال کسایی که از تو دفاع میکنن او چکراهایت، اونا مثل تو هستن. یکی دیگهش با نام محمد انصاری آمده در میدیا، چند روز پیش کلیپ روان کردن. چه حرفایی نیست که نزده. از الله بترسین، از الله خوف داشته باشین. مجم شما چه قسم مسلمان هستین، چه قسم شما قرآن و سنت را مطالعه کردین، مجم در کدام پانتون شما درس خواندین. با می الفاظتان در کفر و شرک داخل میشین، با می الفاظی که شما بیان میکنین در کفر و شرک داخل میشین شما. بله صراحتا ما اعلان میکنیم از اینا ما براءت حاصل میکنیم، از اینها بیزاری حاصل میکنیم تا وقتی که به قرآن و سنت نگردن. حتی استاد عبدالظاهر داعی تا وقتی که حفظه الله به قرآن و سنت پابند باشه، تا وقتی که در راه اهل حق باشه، او برادر دینی ما است، او در قلب ما قرار داره و استاد راسخ معروف هم به می شکل. الله جل حفظش بکنه. اونا در چه مشکلات قرار دارن، امروز آمده اونا را در مناظره میخواهد که اونا مناظره کنن با او و حالت کنونی دنیا را میبینید چه حالت است. شرم ندارن، حیا ندارن. و گیریم که کلیپا ساخته شده، کلیپا را خود استاد دایی میسازن. استاد دایی اصلا به می ایدیتر چه قسم فیلم جرمش از اصلا نمیفهمه. اصلا از این موضوعاتی که در میدیا پخش نشه میشه پرسانم بکنی شاید آگاهی نداشته باشه. بله یک عزت است برای استاد راسخ و برای استاد دایی، یک شرف است، این از جانب الله سبحانه و تعالی است. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه الله عزوجل بالای هر بنده که رحم بکنه، بالای هر بنده‌ای که خیرخواهی بکنه چی میکنه؟ او را فقیه دین میسازه، او را عالم دین میسازه، حقیقت دین را بر از او میآگاهانه. بله وقتی که توحید را در سینه جایگزین کردی دشمنا زیاد میشن، از هر طرف تاخت و تاز میکنه. وقتی که یک آیه خوانده میشه، وقتی که یک آیه گفته میشه و او را که تو به خودت نسبت میتی، شکی نیست اونم توسی خودت هستی، خودت بیان میکنی که این ما از همین علمای سوی درباری هستم. ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يوم